اینو دیدم اولش اینجوری بودم که چه کار خفن و باحالی داره میکنه طرف که داره انگار دریاچه رو وصل میکنه به دریا. بعد اینجوری که معلومه طرف حتی توی اخبارم بوده که ازش شکایت کردن، یعنی دولت اومده جریمش کرده. بعد دهش هم این بوده که به اکوسیستم آسیب وارد کرده. چرا شما نفهمیدم، شبیه آبلجنه. بچه‌ای که میدونید توی کامنت ها بنویسید داستان چیه. و خیلی هم شاکی بودن، شما هم انقدر کفر شدید، یعنی همه تو کامنت ها بودن که نه چه کاری کرده، what the بچه‌هاش هم انقدر تو بازی میکنن یا سگه کثیف اینا به انگار. تو شبیه آبلجن نیست. خیلی ها نوشتن که چجوری برینیم به طبیعت، چجوری طبیعت رو داغون کنیم. من منتظر بودم کلش خالی بشه، هرچی وایسادم خالی نشد.